در خدمت شما هستیم با کنفرانس مطبوعاتی باشگاه داماش همین معرفی سرمربی جدید این تیم. تلاش‌هایی که انجام گرفت در 3 ماه گذشته برای خرید و انتقال، به خصوص انتقال امتیاز یک تیم از یک شهری به شهر رشت واقعا آسان نبود، چون خودتون میدونید اصلا خود اون تیم تصمیم گیرنده برای انتقال یک تیم از شهر و استان خودش نیست. میتونه تیم داری بکنه ولی انتقالش برمیگرده به مسائل سیاسی اون شهر، به مسائل به قول معروف اجتماعی اون شهر، به مسائل حالا انتظامی اون شهر. ما دقیقاً 7 شهریور پیش خرید این تیم انجام شد و هیچ اطلاع رسانی نکردیم، یعنی همین جام، یعنی کاری کردیم که ما هیچ موقع نرفتیم آذربایجان، ما هیچ موقع شهر اشنویه نرفتیم، مثلا نمیدونیم کجاست، همشون دوستان رو دعوت کردیم و تمام جلساتمون برای خریدن تیم اشنویه در همین رشت انجام شد. حتی از دفترخونه ای هم که هفته پیش استفاده کردیم، دفترخونه آقای رهبر در همین رشت هست. یعنی میخوام بگم که ما تمامی کارا رو سعی کردیم اینجا انجام بدیم و خیلی هم هوادارهای ما حق داشتن، ناراحت بودن، میگفتن چرا ما رو در جریان قرار نمیدید. به خاطر مسائلی که ما تو این مملکت الان توضیح دادیم دوست نداشتیم، خودمونم نگران بودیم از طرفی و هم ناراحت بودیم و هم میدونستیم که نباید اطلاع رسانی. در این راستا با همه مشورت هایی که با افراد اهل فن انجام شد، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که از آقای مختاری به عنوان سرمربی تیم داماش در فصل 1401 استفاده بود. اول از همه تشکر میکنم از جناب آقای داریوش نصیری که قبول زحمت کردن که تیمی رو که واقعا به سمت نابودی داشت میرفت دست این تیم رو بگیرن، از زمین بلندش کنن. این واسه همون خیلی مهم بود. ما دنبال خیلی افراد گشتیم ولی خب خودتون میدونید تو این شهر خیلی ها هستن که از دور فقط حرف میزنن، پای عمل که میرسه خیلی ها پا پس میکشن یا مثل توپ اینو پاس میدن به نفر بعد. امیدوارم بتونم جواب اعتماد این عزیزان رو به کمک تمام عوامل تیم، تمام مجموعه باشگاه، حمایت شما و هوادارهای عزیز داماش این اعتماد رو بتونم به نحو احسن جوابشو بدم. یه تشکر خیلی ویژه دارم از سیامک فرانی عزیز که واقعا برای این زحمت کشیدم. موقعی که واقعا عذرخواهی می‌کنم موقعی که واقعا کسی نمی اومد دور و بر این تیم، ایشون یکی از کسایی بودن که برای زنده کردن دوباره این تیم پا پیش گذاشتن. موقعی که تیم تو هیچ لیگی حضور نداشت سرمربیگری این تیم رو قبول کردن، یه تیم خوبی جمع جور کردن ولی خب قسمت نشد ما تو مسابقات شرکت کنیم. واقعا برای تیم زحمت کشیدن. من اگر الان اینجا نشستم از آقای فرهانی رخصت گرفتم، مشورت‌های زیادی رو یکی دو روز با ایشون انجام دادم. ایشون هم حمایت 0 تا 100 خودشون رو نسبت به من اعلام کردن و درست خودشون اینجا حضور ندارن ولی مطمئنا مشورت ایشون، کمک ایشون شامل حال این تیم خواهد شد. من واقعا ازشون تشکر میکنم. امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد حضور جناب آقای سیامک فرانی و همچنین افشین شاوشی که دوست خوب بنده هستن و خیلی زحمت کشیدن، امیدوارم که در آینده نزدیک دوباره شاهد حضور این عزیزان توی این مجموعه باشیم و بنده بتونم مثل قبل شاگردی این عزیزان رو بکنم و همه به کمک هم دیگه دوباره این تیم رو به جایگاه اصلیش برگردونیم. یکیش این بود، علت این که خیلی هم قبلا از ما سوال میکردن که چرا شما از دست 3 میخواید شروع کنید. منظورش این بود که من میخوام از دست 3 شروع کنم و سالهای بیشتری در فوتبال بمونم و از ابتدا میخوام پایه ساخته بشه. یعنی ما علاوه بر همین تیمی که میخوایم بریم تا لیگ برتری که شما گفتید، حتما اگر عمری بود بنده در این مجموعه بودم استراتژی من این هست بلند مدت و اگر نبود اصلا قبول نمی‌کردم، به خاطر اینکه شما همه ما میدونیم که یک زمانی به اتفاق هم در لیگ برتر بودیم، نه بنده، همه با هم بودیم. پس
میخوایم بگیم که دوباره این تمرین انجام بدیم بریم تا اونجا. تلاش ایشون هم هست با توجه به صحبتایی که ما داشتیم تیم راهنمون بکنن تا لیگ برتر. تمام برنامه‌های ایشون بر اساس جلساتی که تو این 5 ماه حدود 5 ماهی که ما با هم بودیم این بود. حداقل ماهایی که هر کس دیدیم یک کاغذ دستش دادیم بهش اینجور گفتیم که داماش زنده است، فقط کاغذ بود، هیچ خبری نبود، هیچ اقدام عملی در جهت زنده نگه داشتن داماش هیچ کس انجام نداد در استان گیلان. همه ما میدونیم هر کس چیز دیگه ای داره بفرماد. یک نفر اومد به صورت عملیاتی و خودش هم دنبال تبلیغات خودش نه تا اینجا رفت، میگه میخوام برم بالاتر. ما الان نیاز دستشو بگیریم تا اون جایی که میتونه بره راهنمونش کنیم. منم به شما میگم که هیچ تضمینی نه به ایشون نه به هیچ کسی دیگه برای ادامه راه تا لیگ برتر نخواهد بود، حتی اگر بگوید. من دارم به شما میگم، مگه با لسانی من به شما الان قول میدم شما باور میکنید؟ من با واقعیت ها رو دارم به شما میگم. بندم به شما خواهم گفت که توان یک نفر برای هزینه یک تیم در لیگ یک و برتر به همین آسونی نیست. ما در رابطه با بسکتبال هم که الان گفتم دوستان اصلا بسکتبال ببینید یک بار بگیم آقای دکتر رفیعی با نوع ارتباطی که با ما داره الان سپیدرو در دسته یک، ملوان در دسته یک و داماش هم دسته یک بسکتبال داره. فقط یه تفاهم نامه با هم امضا کردیم، هیچ هزینه‌ای از طرف ما نیست. در همین رابطه خیلی‌ها به ما خورده گرفتن که آقا شما پول اونو میتونستید خرج بکنید دسته دو بگیرید یا کارهای دیگه بکنید. آقا شما فوتبال نگرفتی چرا بسکتبال؟ ببینید اینجا باید تشکر کرد از یک رئیس هیئت بسکتبالی که واقعا میاد میگه که آقا من میخوام رونق بدم بسکتبال استان خودم را، از برندهای موجود استان در جهت ارتقای بسکتبال استفاده بکنم. اینجا نیستن من دارم اینو میگم. حالا آقای دکتر رفیعی کار بزرگی دارن تو بسکتبال به نظر من انجام میدن و در این چند سالی که در بسکتبال بودن حرکت‌های بسیار سازنده انجام دادن. چون بنده در جریان کارشون هستم و یک ریال هم ما تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردیم در اینجا رد و بدل میشه. اما آقای سیامک فراهانی دوست ما، بازیکن ما بود و واقعا با هم دوستیم و اگر از خودش هم بپرسیم ما جلساتی هم که گذاشتیم به همین شکل. ببینید اولا همه انسان‌ها یه زمانی با هم کار میکنن، ممکن یک زمانی مثلا توی مجموعه کار نکنن. آقای فراهانی سطحش دسته یک کار کرد، لیگ دو کار کرد، لیگ سه شاید هم به قول معروف الان به خاطر داماش میخواست کار بکنه. مهمترین بحثی که ما نتونستیم با هم دیگه به توافق برسیم نوع بودجه‌ای که باشگاه برای لیگ 3 در نظر گرفته بود و اون تقاضای ایشون از توان باشگاه خارج بود. به خاطر همین به الا هیچ اختلاف نظری با آقای فراهانی نداشتیم. بازم به شما دارم میگم اصلا تعارف نیست. ایشون خلاصه سالیان سال مربی بود، واقعا نمیتونست با این مبالغی که ما در این باشگاه برای لیگ 3 در نظر گرفته بودیم با ما همکاری بکنه. هیچ علت دیگه ای نداشت. از خودشون هم بپرسید حتما به شما خواهد گفت این قضیه. آقا سینا ما تیمی که پارسال داشتیم تقریبا حدود 50-60% از بچه‌ها رو مد نظر داریم و غیر اون 50-60% با چند تا بازیکن هم توی چند روز صحبت کردیم. با بازیکنان دیگه هم که مد نظرمون هست تو این چند روز صحبت میکنیم. بستگی داره بازیکنایی که بتونیم مد نظرمون رو جذب کنیم. مطمئنا رو همونا مانور میدیم، با اونا باشگاه قرارداد بنده و اگر نتونیم با بازیکنایی که در حال حاضر مد نظرمون جذبشون کنیم مطمئنا سراغ بازیکنان دیگه میریم و مطمئنا حدود 7-8 تا بازیکن ما نیاز داریم که بازیکنایی که بتونن بار این تیم رو به دوش بکشن باید به این مجموعه اضافه کنیم. مشکل مدرک نداریم. در حال حاضر من مدرک بیو دارم، حالا باید اینکه بشه یا نشه رو باید با فدراسیون باشگاه رایزنی کنه که میشه مثلا مربی کارت صادر بشه یا مربی من دیدم سوال نپرسیدی، من باید خودم می‌پرسم در مورد بحث مربی بازیکن هم یه توضیح میدین آیا قرار بازی هم بکنین یا نه؟
بازی در حال حاضر تصمیم بازی کردن ندارم، مگه اینکه شرایط خاصی بخواد برای تیم به وجود بیاد یا بازیکنایی که ما جذب می‌کنیم به دلایل مختلف نتونن تو مسابقه شرکت کنن. اون موقع مطمئنا هر کمک از دستم بیاد برای تیم انجام میدم، ولی خب سعی می‌کنم آمادگیمو برای بازی کردن حفظ کنم. یعنی اسمتون احتمالاً رد بشه اگر چنین قانونی اصلا تو فدراسیون وجود داشته باشه که بتونم به عنوان سرمربی بازیکن در خدمت تیم. با تشکر. آقای احمدی از رسانه بارش اسپورت، رسانه هواداری داماش، در خدمتشون هست. سلام می‌کنم خدمت تمام دوستانم و جناب شاد. بسیار از سوالات رو دوستان پرسیدن. سوالی که فکر می‌کنم الان ذهن هواداران رو به خودش مشغول کنه و مهمترین سوالی که میتونن هواداران داشته باشن اینه که درسته که فوتبال غیر قابل پیش بینیه، ولی خواسته شما برای لیگ استر چیه؟ می‌خواید چیکار کنید؟ آیا به صورت جد و محکم آیا برنامه صعود دارید؟ بازیکنایی که دارن گرفته میشن برای صعودن؟ آیا احمدی جان سوال دیگه مطرح کنید؟ نه. گفتم دوستان سوالات مشترک نه هم مرسی. تشکر میکنم از شما. شاید ما باید اشاره میکردیم اصلا غیر از این بود من خودم ورود نمیکردم. من خودم آدمی هستم که اگر به فرض در لیگ برتر هم باشیم اعتقاد من بر این نیست که بگیم حالا چون این تیم از اینجا هستیم همین تو جدول یه جایی بمونیم. میگیم تمام تلاشمون باید باشه جزء تو لیگ برتر جزء سه تا باشیم که مثلا دهم بشیم با این شرایطی که وجود داره. اما همه تلاش مجموعه داماش امسال این هست که بیاد لیگ 2 و سال دیگه در لیگ 2 تیمداری بکنه و در این رابطه از همه توان به قول معروف موجود در استان استفاده خواهیم کرد. اینجا من این مرحله اول دوم گفتم یه توضیح کوچیک بدم دوستان در جریان باشید. تیم کانیا و اشنویه در یکی از بازی‌های خودش اعتراضی تو فدراسیون کرد تو همون لیگ که اگر اون رأی به نفعش صادر بشه میره مرحله دوم. اگر 5%، 1%، 10% این تیم رفت دوستان بدونن که ما اینا الان اینجا هم مطرح کردیم. ما با این شرط گرفتیم که چنانچه این تیم مرحله دوم هم برود ما مبلغ قطعی مرحله دوم را هم طی چند تا چک در مدت 5 ماه به اون تیم پرداخت بکنیم و ما مسابقاتمون را در مرحله دوم شروع بکنیم. این در جریان باشید که اون هم طبیعتاً باید الان اعلام بشه در ظرف چند روز. اگر نشد که خب طبیعتاً همین مرحله اول است. و موضوع آخر قطعاً در آینده نچندان دور ما بحث کانون هواداران رو داریم پیش میبریم و همونطور که در دوران آقای شاد در پگا اولین تیم فوتبال کشور بود که کارت هواداری صادر کرد. ما سعی می‌کنیم این بحث رو در باشگاه داماش حتما پیش ببریم با توجه به تجاربی که آقای شاد در باشگاه پگا داشتن. اساسنامه‌اش تهیه شده و مقدمات کار برای ثبت نام و عضوگیری شروع میشه که بعد دیگه به بحث مجمع عمومی شه. آقا جان موفق باشه. آقا اجازه داریم انجام بدیم. بفرمایید. شال داماش نشون بدید که دوستان این اگر درست یه ذره پایین‌تر آریم میگیره. حالا شما بگیره یه ذره پایین‌تر. بسیار میتونم بندازید که مبارکتون باشه. انشاءالله که موفق باشید. آینده باشید. قربان شما. مرسی. آقای مختاری